آمدیم با پربازدیدترین ویدیو کانال مستر بیست که بیش از 600 میلیون ویو داشته و اولین ویدیو اسکیوت گیم تو دنیای واقعی بوده. پس بریم با هم ببینیم، با ما همراه باشین. سابسکرایب یاد شما نره. یه اسکوید گیم رو تو دنیای واقعی ساختم و هر کدوم از این 456 نفر که تا تهش دووم بیاره 456,000 دلار میبره. اولین بازی که میخوایم انجام بدیم بازی چراغ سبز چراغ قرمزه. بازیکن‌ها باید تو 30 دقیقه خودشونو به این طرف سالن برسونن. خب بدون معطلی چراغ سبز، قرمز. ای وای خیلی زور میده که نفر اول بگیری بموری. با چه ذره آرزو بیمیدی که تو پیش بری بازم یک دفعه به اول هدشات. ای وای همونطور که میبینید به هر بازیکن یه دستگاه مخصوص وصل کردیم که وقتی هست میشن منفجر میشه. کریس داداش افتخار میدی؟ قرمز. اوه ای وای نه این رفیقمونو خودم دیدم تکون خورد. چراغ سبزه، قرمز. باختید متاسفانه. بابا چرا حواستون رو جمع نمی کنید؟ میگم دفعه دیگه صاف وایس اذیت نشی. تا آفرین. همینجا 30 نفر هست شدن. هر کی الان تکون بخوره میبازه. باید انقدر بمونن تا ما چراغو سبز کنیم. هر چقدرم دلم بخواد میتونم طولش بدم چون هنوز 23 دقیقه مونده. جیبی سبزش کن، این داشمون نیم ساعت اسکات رفته. چراغ سبزه، چراغ سبزه. وایسادن که قرمز. چشو گرفت. میدونستم ای وای منه. میشه اینکمو بدی بالا؟ باشه فقط آروم که سرم تکون نخوره. بیا. مرسی. خوبه؟ آره خوبه، عالیه. ممنون. چراغ سبزه، قرمز. اون موقع کجا داری میری؟ داره همینجوری واسه خودش پیتیکو میکنه. اسکل. بریم ببینیم کی از همه عقب تره. میگم داداش تو آخر همه وایسادی، قضیه چیه؟ گذاشتم اول بقیه ببازن. داداش رسما تکون نخوردی. هر چیزی به وقتش. ببینیم چی میشه. چراغ سبزه، حالا زرد شد، قرمز. گول خورد، چراغ زرد جواب داد. جیمی هم از وقت شیطون بلا میشه. چراغ زرد آخه. از اونجایی که شماره 67 تو سریال نقش مهمی داشت میذارم تو چراغو سبز کن. ولی این دختره که داخل فیلم آماده بود همه دنبال از این بودن که بشناسم که رفتن دنبال پیج نگاه کردن، صفر یک دفعگی آمد 600,000 تا فالوور جذب کرد. من که ویدیو تیار میکنن نزه فالوورم 1000 نفر نشده. شماره 67 تو سریال نقش مهمی داشت میذارم تو چراغو سبز کنی. چراغ سبز. قرمز. اگه الان میباخت خیلی مسخره میشد. همینطور که میبینید تا اینجا بیشتر از 100 نفر حذف شدن. چند جان افتخارش با تو. سبز، قرمز. ای وای صداش تا اینجا اومد. این دوستمونم ترکی. چراغ سبزه، قرمز. فقط یه ذره مونده به خط پایان برسن ولی هنوز خیلی عقبن. همه لطفاً به ساعت توجه کنید، فقط 4 دقیقه و 20 ثانیه دیگه مونده. فقط اسطوره‌ها میدونن این عدد چیه. سبز، قرمز. خب 2 نفر از خط پایان رد شدن. آفرین. چراغ سبزه، قرمز. ما که رفتیم نگرون، ایشالله قسمت همتون. خب تا الان که 5 نفر از خط پایان گذشت. رفقا اگه خودتون رو زودتر نرسونید دهنتون سرویس میشه. خودمون میدونیم داداش. چراغ سبزه، قرمز. دوستان عزیز فقط 2 دقیقه مونده. بابا کارل داره همش اذیت میکنه. بریم واسه سبز، قرمز. باورم نمیشه. کمتر از 1 دقیقه دیگه مونده و زمان داره تموم میشه. پس چراغ سبزه، قرمز. داداش پات از خط رد شده، پس ردیفی میتونی بری. خیلی خوب. داشتتون رد شد. دوباره قرمز. ای وای وای گول خوردن. داداش باختی دیگه. میدونستم گول میخورن. چراغ سبزه، قرمز. ای وای یا عالمشون حذف شدن. آخه چرا اینا نمیدونن؟ آره بابا به کجا چنین ناشتابا. چراغ سبزه، سبزه. برید دیگه. حتی قرمزش هم نمی کنم، گناه دارم. آقایون داداشا ندوین دیگه، دیر رسیدین، تموم شد و رفت. خب بابت زنده موندن تو مرحله قبلی بهتون تبریک میگم. اگه به این تلویزیون نگاه کنید میبینید که فقط 232 نفر از شما دووم آوردید. بالای سرتونم اون 456,000 دلاریه که سرش مسابقه میدید. خب بریم سراغ مرحله شیرینیه. توی این مرحله به هر بازیکن یه سوزن و یه شیرینی با شکل‌های مختلف داده میشه. اونا باید توی 10 دقیقه شکلو در بیارن، اما اگه شیرینی بشکنه حذف میشن. خب همگی گوش کنید، لطفاً توی 4 تا صف جلوی این علامت سوالا وایسید.
چرا این صفحه انتخاب شاید کردی؟ چون وسط یعنی فکر میکنی چتر نیست؟ مگه شکل چترم اصلا هست؟ اسکوید گیمو دیدی؟ طرف اصلا اسکوید گیم ندیده باز میه مسابقه هم بده میگه چتر هم هست. با قرآن عجیبه. چی رقم مای برنده شه فکر کنم میسوزه. زود باختر قبول میکنه. عزیزان را در این مرحله از دست خواهیم داد. شکل شماره 1 رو نشون بدید. ببینیم شماره 2 چه شکلیه. نگاه تو رو خدا چقدر خوشحال شده. اگه من جا شما بودم یه خورده نگران میشد. نشون بدید ببینیم چیه. آب خوردنه. صداش بزن به ترکون. همون چتر افتاد پاتمون خونده است. به ما دایره افتاد، خطر از بیخ گوشمون گذشت. داداش انگار خیلی استرس داری. با اینکه ستاره بهت افتاده ولی خب شماره یه شخصیت اصلی داستانه، پس احتمالاً نمی‌رسی. آره راست. شمارش معکوس رو شروع کن. خب چالش رسما شروع شد. فقط صدا خراشوندن میاد. از زندگی متنفرم. من فکر میکنم مثلث از هم آسان تره. شما رو میفهمم چی فکر میکنم ولی مثلث واقعا آسان تره. تا آمدم درش بیارم زرتی از وسط نصف شد. ببینم تو رو. دیدمت، برو. جواب میده. عجله نکن. چتر بهت افتاده؟ آره. خدا بیامرزت. اینجا رو باش. یه مثلث موفق داشتیم. تبریک میگم. ممنون. وای کار میکنی بابا؟ جیمی نمیتونه ولی من این فندک آوردم. میخوام اندازم زمین یکی برداره. چی؟ این کجا اومد؟ به منم بده. فقط 1 دقیقه و نیم باقی مونده. تموم شده رفت. آره. خدای من عجب چتری در آوردی داداش. خیلی خفنه. هلو برو تو کلو کاری نداشت. خب شماره 67. اوکی انگار نقش اولا همشون میبرن. دیگه داره تموم میشه. دیگه وقت نداری. فقط 30 ثانیه مونده. وای خدا. کی نکن دیگه بابا. چیزی نمونده. 3 2 1 وقتتون تمومه. متاسفانه وقتتون تمام شد. مرسی چتر در آوردی. آره. همونطور که میبینید همه این بازیکن‌ها حذف شدن. ولی ناراحت نباشید چون بازم نفری $2000 پول نقد گیرشون میاد. کرو اینجور چیزا. 142 نفرتون مرحله قبلی و پشت سر گذاشتید. در این نقطه هر کس خودش بره بیرون بهش $4000 میدم. به درد نخوره رو بفرستیم خونه. نبود $4000. ای وای. نمیدونستم این همه آدم قراره برن خونه. خدافظ بچه. خب افراد باقی مونده باید به گروه‌های 10 نفره تقسیم بشن. گروه بندی لازمه چون مسابقه بعدی تناب کشی. سر $500,000 داریم مسابقه میدینا. ببین هر چی گنده مونده است میاریم تو گروهمون. بردمون حتمیه بچه‌ها. هر کی هیکل تره باید بیاد تو گروه چون برای تناب کشی زور و بازو مهمه. دخترا رو راه نمیدی. اوه دخترا رو راه نمیدی. مرتی که الان 3 مزخرف. نفر دیگه میخوان. گروهمون تکمیل شد. الان دیگه میریم ببریم. باشه همون 4000 تا رو گرفته بودم. خب حالا که 12 تا گروه 10 نفره داریم وقتشه بریم مرحله بعدی. بیاید ببینیم کدوم گروه قراره با کدوم گروه بجنگه. خب یه دونه از اینجا برمی‌داریم 6 و یکی هم از این یکی 5. بزن بریم به محل مسابقه. خب لحظه موعود فرا رسید. بازی تناب کشی. تیم 6 در برابر تیم 5. همه با شماره 1 3 2 1 میبریم. اگه از پل بیافتید پایین یا پرچمتون برسه به گروه مقابل تیمتون حذف میشه. بچهای این ور حاضرید؟ آره. اون وریا چی؟ آره. 3 بقیه‌اش مهم نیست برید. بکشین. خیلی خوب. او تیم 5 داره برنده میشه. الان تیم 6 میافته. بیشتر زور بزنید. رفیقتون درست لب خطه. بکشید. ای وای. خب تیم شماره 5 مبارکا باشه. همتون رفتین مرحله بعد. تیم شماره 2 در برابر تیم شماره 7. انگار خیلی خوشحاله. تیم 7 و 2 برید اون طرف. بهم اعتماد دارین یا نه؟ آره برو داریمت. برنده است. شروع کنید.
وای هنوز هیچی نشده داره میاد این وقت. بیاید ببینیم شماره 67 تو چه وضعیه. تو سریال تو بردی، ببینیم اینجا چی کار میکنی. کارل ما شماره 67 رو داریم دیگه، خودت بباز دیگه، شعور داشته باش. کار محلش نذار، داره حرف مفت میزنه. وای نه با تقدیر نمیشه جنگید، اینا رد شد تموم شد رفت. داداش یه لحظه بیا اینجا، یه دونه بردار، یه دونه از این بردار، یه دونه از این. خب یه دونه از اینجا. تیم شماره 4 در برابر تیم شماره 10. بچه اگه جای شما بودم نگران میشدم، اونها 456 رو داره، همون شماره‌ای که تو سریال بازی رو برد. بزن بریم. 3 2 1 شروع کنید. اوه ای وای، اوه چه میکنه شماره 456 الان میافتن. اولیش افتاد. نه همشون افتادن. ای وای چه وضعیتی. به خدا ما برنامه ریزی نکردیم، ولی هم شماره 456 هم شماره 67 جفتشون دوم آوردن. تیمای بعدی تیم شماره 9 و 11. حالا نمیدونم اینجا قضیه چی بود، ولی تو اون بخش انتخاب گروه دیدیم که پسرا جمع شدن توی یه گروه و دخترا رو راه نمیدادن. واسه همین دخترا واسه خودشون 2 تا گروه جدا شدن و فکر کنم واسه اینکه عادلانه بشه مسترویس این 2 تا گروه انداخت جلوی همدیگه. واسه همینه که انقدر خوشحال شدن. حالا درسته در ظاهر قرعه کشی کرد، ولی فکر کنم عمدن اینا رو با هم انداخت. تیم شماره 9 و 11. توی مبارزه بین تیم 9 و 11 انقدر تناب و محکم کشیدن که این اتفاق افتاد. دارن همه زورشون رو میزنن. آفرین. از دیگه افتادن، ول کنید بابا. ای وای زدین استندم شگوندید. ای خدا چتون آخی مگه از وحشی اومدید. آقایون داداشا برنده شدید، خسته نباشید. بفرمایید این طرف. مسابقه تناب کشی ما رو از 120 نفر رسون به 60 نفر و فقط یکی از اینا قراره با 456,000 دلار بره خونش. خیلی خوب رفقا، حواستون اینجا باشه لطفا. اگه اسکوید گیم رو دیده باشید میدونید که بازی شماره 4 تیله بازیه. من جای شما بودم خوشحال نمی‌شدم، چون به جای اینکه خودتون هم بازیتون رو انتخاب کنید مجبورید با دوست صمیمیتون بازی کنید. تو مراحل قبلی ما حواسمون بود که با کی بیشتر رفیقید و تو این مرحله قراره جلوی همون بازی کنید و فقط یکیتون قراره باقی بمونه. به عنوان مثال شماره 67 و 431. این رفیق صمیمیمه. بله. اینجا نوشته شما هم رفیق صمیمید و هم با هم همخونه اید. اطلاعاتو حال کردی؟ همیشه یا من خونشم یا اون خونه منه. خیلی با هم نداریم، الان برام یه جوریه. بدون تو نمیتونم رفیق. اصلا بدون هم دیگه شدنی. خوشحالم که تا تهش. ما به هر بازیکن 10 تا تیله میدیم و خودشون انتخاب میکنن که چه بازی کنن. واسه بردن باید همه تیله ها رو به دست بیارن و رفیق صمیمیشون رو حذف کنن. خیلی خوب، زمان شما رو برو تو کار. هر بازی دوست دارید بکنید. تهشونی که هر 20 تا تیله رو داره میره مرحله بعد. بیشتر بازیکن‌ها همون بازیای سریال رو انجام دادن. زوج یا فرد؟ زوج توی اون یکی دسته. این دیگه چه بازیه؟ یه تیله اینجا تا شب طول خب اگه تو کمتر بپری واسه تموم میشه. البته بعضیاشون هم یه خلاقیتایی زدن. چی بازی میکنی؟ اول یه تیله میندازیم. خب اگه بخوره به وسطی که اونجاست یه امتیاز داره و اگه بخوره به پشت سرش 3 امتیاز داره. بقیه‌شون امتیازی ندارن. بازی تا آخر وقت ادامه داره و هر کی امتیاز بیشتری بگیره. زمان ما از این خبرا نبود اما که. بعضیا میخواستن فوراً به نتیجه برسن. این رفیقامون میخوان سر همش بزن. قیافش که خیلی جدیه. یه تیله تو دستته. مطمئنی؟ آره. درست باورم گفت. نمیشه. خدای من. خب تبریکات ویژه، تو مرحله بعد میبینمت. شرمنده تا چه من خیلی ناراحتم. میتونی گریه کنی، عقب مونده. از اول که خواستیم شرکت کنیم به هم قول داده بودیم تو بازی همو دور نزن. نمیدونستیم قراره انقدر رفیق بشیم. این کارو به خاطر خانواده‌ام میکنه. ولی خیلی نگرانم. حق به حقدار میرسه. آره داداش درسته. ببینیم چی میشه. بچه‌ها 5 دقیقه دیگه بیشتر نمونده. اینطوری نگام نکن. 465,000 دلار پول بی زبون رو میخوان ببندن به یه شیر یا خط. دلش میشه اینجوری نگیش؟ خط اومد. ای وای نه. فرد؟ بیا افتخار نمودن دوستت با خود. آن من نمیتونم. ندارم.
در نداره دارم فیلم بازی میکنم. قبل از اینکه حذفت کنم بذار به بچه‌ها بگم به یه نفر که تو هفته آینده ساب کنه $10,000 میدی. پس اگه هنوز سابسکرایب نکردی الان وقت. حالا ما نمیتونیم مثل مستر بیست $10,000 بهتون بدیم، ولی شما ساب کنید، لایک هم بکنید. به جاش دوستتون میدارم. قبل از اینکه حذفت کنم بذار به بچه‌ها بگم به یه نفر که تو هفته آینده ساب کنه $10,000 میدی. پس اگه هنوز سابسکرایب نکردی الان وقتشه. خودم بزنم. آره بیا اینو بزن. آهای مردم. نیفتی چه فیلمی بازی میکنه. آقا یادتون نره سابسکرایب کنید. داری چه بازی میکنید؟ ما بیختیواری بازی میکنیم. فقط 1 دقیقه و 15 ثانیه مونده. اگه زمانتون تموم بشه هر دوتون هست میشیدا. میشه قبلش یه سوال بپرسم؟ چی بگو؟ قول میدی منو یادت نره؟ منظورت چیه؟ فقط چند ثانیه دیگه وقت دارید. یعنی چی شد؟ این چه کاری بود؟ مطمئن؟ آره. حذف شدی قهرمان. بدرود. دمت گرم داداش. خب زمان تموم شد. هر کسی که اینجاست حذف میشه. تبریک رفقا، شما موفق شدید مرحله تیل بازی رو رد کنید. توی سریال اسکوید گیم اینجای داستان یه دعوای حسابی را میافتاد، ولی خب ما به جاش داکچی بازی میکنیم. باید با استفاده از این کارت آبی اون کارت قرمز که رو زمینه رو برگردون. 16 نفر اولی که بتونن کارت رو برگردونن میرن به پل شیشه‌ای که بازی مورد علاقه خودمه. میتونید بندازید. ای وای هیچکی نتونه. خب تا اونا دارن زورشون رو میزنن وقتشه بریم سراغ اسپانسر برنامه. بچه‌ها ساخت این ویدیو بیشتر از $3.5 میلیون خرج داشته. اسپانسر دمت گرم. اندازین. آره. بازی براول استار یه بازی موبایلی خیلی خفنه که میتونید توی خونه، تو خیابون، هر جا دلتون خواست بازیش کنید. کسی برد؟ آره. انگار چند نفر بردن. تبریک میگم رفقا. این بازی خودم انجام دادم، خیلی حال میده. بازیشون 20 تا مود مختلف داره، از جمله بتل رویال اختصاصی خودشون که خیلی خفنه. دونستم. برگرد. ایوه. همینه داداش. خب تا الان 9 تا برنده داشتیم که یعنی فقط جا واسه 7 نفر دیگه هست. شما گفتی براول استار رو بازی کردید؟ جفتمو بازی کردم. جفتتون بازی کردید. خب نظرت چی بود؟ خوبه، یه بازی موبایلی باحال، هم واسه اندروید هم واسه آی او اس. من نگفتم اینا رو بگم. برو که رفتی. انگار کاراکتر اصلی داستانم موفق شد. همونطور که میبینید ما اینجا لوگوی براول استار رو هم داریم. خلاصه تو این بازی یه عالمه کاراکتر مختلف هست، از یه ربات انتقامجوی خفن تا یه کاکتوس که اسمش اسپایک و یکم شبیه نولانه. داداش ما به بازیکنایی که امروز میبازن بازم نفری $2,000 میدیم. هر کسی هم که کانال ما رو توی 7 روز آینده سابسکرایب کنه خودم شخصا بهش یه جایزه ویژه میدم. لایک ویدیو هم یادت نره. بچه‌ها اگه بگید اسپانسر متشکریم و کارتو بندازید احتمالاً کارتتون برمیگرده. دیدی گفتم. واقعا جواب داد. اسپانسر متشکریم. متاسفانه مجبورم شما 14 نفر رو هم حذف کنم. ای بابا خدا بیامرزتتون. خدافظ. خب برای بچه برنده میشه لطفاً برگردید. ممنون. خب میتونید دوباره برگردید. ما تو این اتاق 16 تا مانکن متفاوت گذاشتیم و قضیه اینه که عددشون قاطی پاتیه. شماره ها به زبون کره ان و هر شماره‌ای که به دست بیارید باید به همون ترتیب از رو پل شیشه‌ای بگذرید. خب رفقا فکر کنیم نظریه میتونید با شماره 3 حمله کنید. بدو هر کی هرچی دستشه بستشه. چی بهت افتاد؟ وای شماره 1. شماره 3 حمله کنید. بدو هر کی هرچی دستشه بستشه. چی بهت افتاد؟ وای شماره 1. 13 میشه یه کاریش. وای داداش من بودم همین الان میرفتم خونه. خب شماره های همه مشخص شد. بریم سراغ پل شیشه‌ای. ما الان سر صحنه پل شیشه‌ای هستیم. نگاه کن خدا وکیلی چه چیز خفنی ساختیم. بگو بچه‌ها بیان تو. دوست دارم قیافه‌هاشونو ببینم. این دیگه چیه؟ درسته این فیلمشه. بازیکنای عزیز به پل شیشه‌ای خوش اومدید. جلوتون 2 تا سکوی متفاوته. یکی شما رو میندازه پایین ولی میتونید رو اون یکی وایس. زمان شما رو برو تو کارش. چالش شروع شد. خیلی خوب. تو میتونی دختر. یه دقیقه هلند نکنیم و تمرکز کنم واسین. خب اولیش که به خیر گذشت. ولی خب تازه فقط یه دونشو گذروندم. راست برم. بیشتر سعی کن راست بگی. خیلی خوب. من بودم به کریس اعتماد نمی‌کردم. کریس رو حساب تو میرم. دیدی گفتم؟ نگفتم. اولین باختمون رو دادیم. بچه‌ها این مثل فیلمش نیست. ما زیرشون ابر گذاشتیم. نگران نباشید چیزیشون نمیشه. حالا دیگه میدونیم که باید از سمت چپ بریم. فقط 13 دقیقه وقت. 3 تا از بازیکن‌ها اومدن رو سکوها و تا اینجا فقط یه نفر باخته. من قدم از قدم بر نمیدارم. بگو عقبیا بیان جلو. زود باشید. از عقبیا آره من که موافقم. رفقا در جریان باشید. 3 دقیقه از وقتتون گذشته. کسی نمیخواد بره ها؟ وقت داره میگذره. موفق باشی پسر. خب ببینیم چه میکنی. آفرین پسر تا میتونی. آفرین ته. همین فرمون برو.
آفرین. حالا تو برو شما دو. خیلی خوب. باریکلا. بعدی هم خودم میرم. باشه به جنب دیگه 4 و 5 عجله کنی. راست میگه زود بشین. شماره دو تو هم برو دیگه. لفتش ندین دیگه. ای وای. ای وای. تا اینجا رو من اومدم دیگه نمیرم. چند تا درست حد زدی؟ 3 تا. 3 تا. آره. آره خدایی منطقیه یه نفر دیگه بیاد جلو. اگه همینطوری اونجا وایسین فقط وقت خودتون تلف میشه پس راه بیافتین. بچه اگه کسی نتونه رد شه پولا رو میدم سگ بخوره. همینو برو. شماره 3 افتاد پایین. شماره 2 تا اینجا که شانس آورده. پس معطل چی هستی؟ شماره 2 به نظر تو آدم خوش شانسی هستی چون تا اینجا که از همشون بهتر اومدی. مردیم از گردن کلافتی. خیلی خوب. البته هر جور خودت سلام میدونی. شماره 2 هم حذف شد. تو هم حذف شد. کمتر از 8 دقیقه وقت دارید و هنوز یه عالمه سکو مونده که باید رد کنید. آفرین تونستی. نمیدونم چرا شماره 10 افتاد جلوی همه خل مگه. داداش برو دیگه. چه میکنه این شماره 10؟ خب انگار شماره 4 میخواد بره. فقط 6 دقیقه مونده. اینم واسه دخترا. نه. چند ثانیه سکوت به احترام کسایی که فداکاری کردن. خیلی خب بسته دیگه برید ادامه. فقط 5 دقیقه مونده و هنوز باید یه عالمه بپرن. اوه شانس آورد. نه. 10 هم حذف شد. ای وای یه نفر دیگه هم حذف شد. نه من دیگه نمیرم شما منم دیگه نمیرم راه نداره. بعد نگذره پشت سر همه رد میشین. نه من اصلا تکون نمیخوام. خب همونطور که انتظارشو داشتیم هیچکی نمیخواد بره جلو. ببینیم تاش کی کوتاه. من که دیگه نمیتونم. شماره 5 خودت برو دیگه. آفرین شماره 5. موفق شد. آقا اینجوری نمیشه من دیگه از این جلوتر نمیرم. یکی بیاد جلو. میگه دیگه. بابا خدایی ظلمه دیگه. تویی که شمارت 15 است وای نست اون عقب بقیه سپر بلات بشن. میگه دیگه بیاد جلو. چرا 3 دقیقه مونده و هنوز 4 تا پرش داره. خیلی آشغالین من تا اینجاش اومدم یکی بیاد جلو دیگه چه وضعی آخه. شما که شمارتون بالاست چرا گردنگیرتون خرابه؟ جات راحت شماره 15. چه ربطی داره هر بابا تکون بخورید دیگه. فقط 2 دقیقه مونده. چرا هیچ کاری نمیکنن اینا؟ تو برو بعدی من میرم. من؟ نه تو. خب تو میخوای بپری؟ بحث مرگ و زندگی هولم نکن. نگامم نکنید تو فقط 90 ثانیه مونده. فقط 1 دقیقه و نیم مونده. زود باش. برو شماره 6. بپر دیگه نهایتاً میافتی بهت میخندیم. نه ناموسن دیگه از جام تکون نمیخورم. خودم بیاد پایین تکون نمیخورم. اصرار الکی یک نکن. دقیقه آخره 3 تا پرش مونده و 1 دقیقه وقت. برو دیگه. من سهممو رفتم دیگه اونایی که نمیرم. عقبن اگه زمان تموم بشه و نرسید باختینا. آقا من به بازمم از اینجایی که اصلا تکون نمیخورم. برو دیگه. آقا من دیگه گولتون رو نمیخورم. همین الان اومدم این بعد یکی دیگه بره. هول نده. شون جمع شدن به اون یکی. بابا فقط 30 ثانیه مونده. برو وقت نداریم برو. ایول یکی مونده. 20 ثانیه و فقط یه پرش. تو برو. گفتم که من تازه پریدم دیگه راه نداره عمرم بپرم. 10 9 8 7 6 بریم دیگه 5 4 خوشحال نشید الان میریم ویدیو چه. خب بیننده‌های عزیز وقتی حرکت آهسته رو بررسی میکنیم میبینیم که وقتی زمان به 0 میرسه هنوز 4 نفر به وضوح روی سکوان. خودتون دیدین دیگه. اون 4 نفر شماره های 16 8 13 و 5. خب بازنده‌های عزیز بفرمایید پایین. بفرمایید. شما حذف شدید، شما هم همینطور. ان تو شادیاتون جبران و همه شما میرید برای مسابقه نهایی. ببینیم در نهایت کی این 456,000 دلار رو میزنه تو گوشش. خب رسیدن به 6 نفر برتر رو بهتون تبریک میگم. به افتخارتون یه استیک پارتی کوچیک را انداختیم و برعکس سریال اصلی این چاقوها واقعی نیستن، پلاستیکی ان. ولی در عوض استیکاتون واقعیه. خوب به خودتون برسید که واسه مسابقه آخر یه عالمه انرژی نیاز دارید. الان تمام فکر و ذکرمون پوله. میخوام بیشترش رو به خانواده و دوستان بدم. البته اگه ببرن. تو با من میای خونه عزیزم. 100,000 تاشو میخوام بدم مامانم. همین که تا اینجا اومدم خیلی خوشحالم. منم امیدوارم. اگه ببرم حتما به خیریه مهرآفرین کمک میکنم. به نظرم اگه شما میتونید باید همین کارو بکنید. من اصلا استرس ندارم. نگران هیچ کدوم از این 5 تا هم نیستم. اتوماتام ازم ندارن، همه چی رواله. بریم سراغ بازی آخر تمومش کنیم بره. خب به مسابقه نهایی خیلی خوش اومدید. فکر کنم خودتون فهمیده باشید که میخوایم چه بازی کنیم. آره درسته صندلی بازی. خب بذار ببینیم حافظتون چجوریه. کی بلده بازی مرکب و بازی کنه؟ دقیقاً. واسه همین به جاش صندلی بازی میکنیم چون ما کره‌ای نیستیم. دایره بزنید. موزیکو برا تو کارش. کارل هر وقت دلت خواست میتونی موزیکو استاپ کنی. لطفاً اینورا هم نگاه نکن. کریستو هم همینطور. اونا نگاه نمیکنن تا یه وقت رو تصمیمشون تاثیر نذاره. خب ببینیم چی میشه.
نشستم. ولی بیشتر صندلی مال منه. زودتر نشرمنده دیگه داداش. صندلی ما من گرفت، این نامردیه. شرمندم رفیق. تابوتشو براش بیاری. میگم تکونت بدن فاز شهر بازی بگیری. خب این دوستمون رسما حذف شد و فقط 5 نفر دیگه مونده. این صندلی هم حذف شد. کارل موزیکو پلی کن. خیلی خوب. باید حواستون باشه که تکون نخورید تا من بیام. چرا یه بلند شدی؟ اون اول نشست. آره اون اول نشست. لاقل بچه صادقی هستی، به خاطرش دروغ نمیگی. خب تا این دوستمون چال میشه شما هم موزیکو پلی کنید. خب موزیک شروع شد. رقابتی سر 456,000 دلار. هر لحظه ممکنه موزیک وایسه. ای وای. نه ای وای نشست. زود نشست. نمیشه دیگه، قبل از توقف موزیک نشستی. تابوتو بیارید. حذف شدی متاسفانه. بابا آخه چرا این کارو با خودت کردی؟ مسابقه خوبی بود، دمش گرم، شارژمون بفرما کرد. تو تابوت. اینم نقشه اصلی، پس دیگه نگیدمش فیلمه. خدا پشت و پناهتون. خب موزیکم که شروع شد، 3 تا بازیکن و 2 تا صندلی، یکیشون باید بره. وای نستید، بچرخید، دائم باید بچرخید. ادامه بدید. وای نه بابا اینا دست به یکی کردن. خدای من حرکت زدن انداختن شما بیرون. متاسفانه حذف شدی، پس بفرما تو تابوت. مرسی که اومدی داداش، دمت گرم. ان شاءالله بازم خدا ببینم. نگهدار. وقتی این ویدیو شروع شد 456 نفر اینجا بودن و حالا فقط 2 نفر اینجا. پس من بی زحمت این صندلی هم میبرم. بچه‌ها باید تمام مدت دور صندلی بچرخید، توقف و اینجور چیزا نداریم. به زودی مشخص میشه کدوم یکی از این 2 تا جایزه خفنمون رو میبره. کارل موزیکو برا تو کارش. بذار یه چند دقیقه واسه خودش پلی بشه. بذاریم قشنگ فازشو بگیرن. کارل بهشون نگاه نمیکنه و نمیدونه که کی الان دقیقاً کجاست. به محض اینکه موزیکو قطع کنی یه نفر 456,000 دلار برنده میشه. 1000 دلار برنده میشه. ای وای خیلی استرس داره. یعنی که ای استوپش میکنه. وای خدایا باورم نمیشه. آشه داداش آروم باش. ناراحت نباش داداش، من هنوز به 10,000 دلار میدم چون نفر دوم شدی. باشه از اینجا تا خونه دعوت میگیرم. خب شماره 79 تو همین الان 456,000 دلار بردی. دهنت سرویس پسر. خب اینم از اولین برنده اولین شبیه سازی اسکوید گیم تو دنیای واقعی. خب تبریک میگم داداش، شما هم اگه تا حالا سابسکرایب نکردید همین الان این کارو بکنید، چون اینجوری ممکنه 10,000 دلار ببرید. و یه تشکر ویژه هم از سازنده‌های اصلی اسکوید گیم که ما از کار خفنشون یه عالمه ایده گرفتیم. دمتون گرم رفقا. خدافظ.